من صادق هدایت هستم. 74 سال است که چشم بر جهان فرو بستم. در 49 سال زندگیم کوشیدم با جهل خرافات بستیزم، از زخم‌های روح نوشتم و از بدیهی‌های انسان گفتم. اما مگر حقیقت گوشی برای شنیدن داشت؟ آدم‌ها همیشه در پی فریب‌های شیرینند، نه در جستجوی آینه‌ای که زشتیشان را برملا کند. من تنها سایه‌ها را بر کاغذها نشاندم. آنچه نوشتم بازتاب دلی بود که از جهان بی‌رحم و بی‌معنا زخم برداشته بود. مرگ برای من پایان نبود، تنها گریزی بود از این نمایش پوچ. آرزوی من خواندن آثار محض، همان میراثی که از من به جای مانده. به لطف هوش مصنوعی من بازگشتم برای دقایقی تا به شما بگویم از آثار من دور نشوید. فایل کتاب‌های من در این پیج به رایگان قرار داده شده و مطالعه کنید و بیاندیشید.